سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون خوب باشه. من حسین هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. خب آقا، همونطور که از تایتل و تامنیل این ویدیو دیدید، امروز یک کاستوم داریم با یکی از بهترین اسنایپرهای موبایل که آقای محمد AWM هستن. آقای محمد AWM سلامی، عرض ادبی، چیزی به احترام ویورا. دوستان عزیز، به به چه صدای خوبی، به 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 به. آقا همونطور که بهتون گفتم، ای بابا میخوای ما رو بزنیم؟ مظلوم گیرودای محمد AWM. ای بابا بزن بریم بزن. آقا قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو و پس آقای محمد AWM بزنیم، البته محمد موبایل ها بهترین اسنایپر موبایلی که میشناسم دیگه، خفتش کردیم آوردیمش داخل ویدیو، قراره پاره پورش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، لایک کامنت حساب یادتون نره، اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو، لیتس گو. چیه یعنی الان شما میزنی، شما امید داری به زدن، شما امید نداری؟ نظرت چیه سلطان؟ من امید دارم شما رو 8-0 میزنم، ویدیو شما به 8 دقیقه هم نمیرسه. ای بابا دپ شدم سلطان، دپ هم کردی سلطان. ای بابا لولش خیلی خوبه، یه گوشی جلو PTA نمیتونه دور. دقیقاً. ولی خب دیگه بهترین اسنایپری دیگه، هم چیزی نیستی. اون موبایل اسنایپ زدن سخته واقعا. کاراکتر غلط کردم اینجا حسین، اینجا ای غلط کردم. تو هم بزن منم بزنم داشتی بزن. اوی تو کاراکتر چیدی آجی، هر کاراکتری بوده چیدی که بزنی، فقط دهن تو رو سرویس. ببینم همین چی خوب حسین. الم شدی ها. همینجا 5 چه شانسی داری آجی. اینجا 5 بیا بینم. خواهی من مدکیت بهت بدم بزنی یا داری؟ محمد بیا بنازم بابا بنازم. این از راند اول. اوریون هم میخواستی بذاری بس ها. ای بابا بس مراب و معرفت کجا رفته؟ تمیز پلیری کجا رفته؟ منی که با کشمیر پلی میدم. بیا رو هدت بود اگه نمیره. نزن مدکیت چیز مهمیه، نزن. آرام محمد خوابیدی محمد؟ نه خب محمد اومدم بالا سرت. یا نمیزنم بزن مدکیت بزن راحت باش. دلم نیومد، اومدم اول بزنمت، بعد گفتم آجی ولش کن، بذار مدکیت بزنم، بذار راحت بشه، بذار چیز بشه. ای وستم، وای آجی وستم پرید. وای محمد دهن تو رو سرویس. محمد بابا من نشستم، قبول ندارم، با پینگ 70 نشستم، مگه هنده فرستم. محمد خب بایستا همه آمدم. بیا محمد پاره بیا یک نو بزن تو کلت. محمد یکی
تو که نمیخوای بزنی محمد نه؟ دمیج چنده؟ چند تایی خورده دمیج هم 1000 یا بالفصل. محمد بیا بیرون. حساب 50 تا. محمد بمیر محمد. محمد دارم الم میشتم لاشی. محمد چرا نمیمیری محمد؟ محمد تو نمیخوای بمیری؟ بیا برو بیا برو مگه هنده خدایا بسته دیگه. بیا بیرون. بیام راست خودت دیگه بیا. داشتی قیمت قیمت بزنی اینجا وایستا دیگه سنگا خوب داره حاجی. میام بیرون یه تیر میخورم. ایو بیا بیرون محمد. محمد 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 بیا بیرون. شفام نمیشم. بزن یکم HP بده بیا برو میرم. بیا یکم میزنم HP بگی. محمد پینگ خرابه. نه پینگ تو خرابه. پینگ رفت بعد وایسادم بیای اومدی زدم. وای دهن تو رو سرویس محمد. بیا اینجا فرار نکن. وای 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 محمد هر کاراکتری چیدی محمد جلو. محمد تو رکب زدی. چه دارم تمیز کنم. شما کاراکتر میشین سلطان. داداش اسنایپ ما با کاراکتر دیگه. نباید کاراکتر بشین سلطان. داداش نباید کاراکتر بشین سلطان. سلطان نیا سلطان اگه مشکل داری بیام تو یخت. میتونی بیای؟ خدافظ. بیا دیگه. ایو بیا دیگه آقا محمد. بیا تو یخمون سلطان. بیا وارد یخ شو. بیا حفاظت از خودمان را شما بشکن. دیوار حفاظتی ما را که با یخ حفاظت. آره و اسنایپ میگیری دستت را میره. دهن تو رو سرویس. محمد 3 راند دادم بهت. خب 3 راند عشق کن دیگه. از این راند بعد دیگه راند نمیگیری محمد. قبول داری؟ میگیرم داداش نزنیم. قبول داری؟ کجا بریم اینجا؟ بریم جا خالی. بیا دست چند میشه اینجا. حل دارم. یا تو آب فایت بدیم. تو آب فایده نداره آجی. قبول داری؟ سرعتمون پایینه. جدا سرعتمون میگیره؟ آره دهن تو رو سرویس محمد. قبول داری؟ یعنی جفتمون شو میدین جفتمون هم یه اسنایپ میزنیم ها. دقیقا. لوک بده شو بدم. محمد الاشری. آی جنازت رو نکن. جنازت دیدم من. بیا من منتظر. من نمیزنم تو. بیا مراپ و معرفه. نه محمد باش نموردی محمد. یه اسنایپ خوردم. 3 تا اسنایپ بهت پشت سرم زدم نموردی. قبول داری؟ باشی یکاتو واکن. بیا
محمد داشت من گیر کردم این یخور. باش حسین حکم چیکار میکنی؟ بازی یارو فنی میزنی یا خبر داری داشت حسین؟ شو بده لوک بدم. ایو نداشتی من این کارو. سب کن یه میس بیا اینجا داداش کارمون به میس نمیکشه. بیا اینجا دارم میام. اومدم. بیا بیرون میرم. بیا بیا آقا محمد بیا بیرون. بیا محمد تو شیخ با میسه. قبول داری سلطان؟ سلطان بیام تو آخر. ای سلطان دهن تو رو سرویس چرا اومدی؟ قرار نبود بیای. دیدم تو نشستی گفتم بیزا منم بیام بشینم کنارت، ولی اومدم دیدم کنارت. یا بپرم بزنم دیدم تو هم من لاشی تری نشستی منتظر منی. ولی دیدم که دست تو یه اسنایپر، گفتم پس از فرصت استفاده میکنیم و حملات همه جانبه رو انجام میدیم بر علیه شما. حاجی اسنایپ هم باید با یه تیر بندازتت. نمیدونم چرا نمیندازه. و یه تیر بزنم وست بپره، یه دونه هم بزنم بیفتی ولی نمیافتی. دقیقاً حاجی قبول داری؟ 2 دمیجه. بعد کاراکتر ممر رمضان چیه اونم گذاشتم. همین عقاب هر کاراکتر اصلا این کاراکترایی که میگی حاجی من اصلا بلد نیستم باش کار کنم. دهن تو رو سرویس. چجوری این نخورد؟ باشه این توسعه در کار هست نمیشه نخوره. یا بیرون حسین. من بیرونم شما داخلی. بابا اینم با هم میخورد حتی. همه شو بده لوکاتی اومدم. بیا نزن بیا نزن بیا نزن دوست مرا اومد. بریم گفتن اینجا خوب مرا میگذاشتیم جفتیم. دقیقا حاجی قبول داری؟ وای قشنگ اسنایپ هم رو کلت بود محمد. قشنگ رو کلت بود. نه علم نکن. بیا تو مپ آیسادی یه اسنایپ از اینجا بزنیم قشنگ زیبا جذاب. یک وایستاده اونجا اسنایپ گرفتیم. این کجایی؟ دور برام سلطان نداشتی من ایجی اومد اسنایپ بزن نشستم. ده تو رقم رد شد نشست منو زد. دهن تو رو سرویس سلطان. ولی اسنایپت خوبه قبول دارم، ولی خب آره دیگه موبایلی دیگه سلطان در برابر این پی سی. آره دیگه. مثلا ببین ادعا یا گندگوزی هیچی ندارم خب، ولی خودم مثلا گوشی کم دیدم ایرانی که اینجوری بزنه. آره گندگوزی نیست. منم کم دیدم حقیقتا دیگه. پی سی خب سرعتش 100% بیشتر از موبایل دیگه. بعد آره دیگه. کجای سلطان؟ بیا اینجا شو بده لوکاتی اومدم. شو بده دهن تو رو سریز محمد قبول داری؟ شسته نیایی شسته من یه بود پوهی. محمد بمیر. محمد بیا شو بده لوکاتی بده. وای برازه ولی واقعا اسنایپت خوبه. داخل کاستوم اسکوادی ها مثلا معلوم میشه که اکثر مثلا چطوری میزنی و اینا، که من دیدم دیگه بازی تو کلا توی کاستوم اسکوادی. آره تک به تک مثلا اسنایپ کسی نمیره اکثرا. ما حالا خفتش کردیم آوردیمش. این چطوری میزنه سلطان؟ غلط کردم.
چقدر تو دهنت سرویس محمد. دهنت تو رو سرویس محمد دهنت تو رو سرویس. بیا بیرون محمد. میزنی بهم محمد بیرون. منی که دارم یخو محمد رو میشکنم، محمدی که یخوشو برم نمیاد بیرون. دهنت تو رو سرویس محمد قبول نداری؟ محمد نزد. وای دهنت تو رو سرویس نیدمت محمد. دهنت سرویس. وای وای وای. و منی که میگفتم 8 میزنمت. میخوام تمرکز کنم رو هدسنال. قبول داری؟ آره منم. شو بده لوکاتی اومدم. شو بده محمد شو بده. علی یخ میزنی من میرم تو زمین. ایو برای چی سلطان؟ نمیدونم یخاشون قدرتمنده. وای 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 وای. قبول داری؟ قبول داری؟ وای محمد دهن تو رو سری. واو نه محمد بعد سریع وسط که دیگه راند آخره. راند آخره. این پیک آخرمون نباشه انشالله. ببینم نه محمد همینطوری صاف یکی بزنم برو دیگه. دهن تو رو سری. توته خوش حسین. بذار یه کاری باید بکنم. دو کار بیارزم. بابا رو هدته داشت حسین. مشکوک میزنی نمیخور. حسین داداش نرو اون بالا. قابل فضل الله گیر کرده. نه ایسا لاشی مثل این پرنده پرید رفت بالا. باش حسین نداشتیم لاشی بازی. باش حسین خداحافظ. آلا نمی شدی قبول داری؟ بله خودش. خدا وکیلی بنازم آقا محمد بنازم. اسنایپت واقعا خوبه. اصلا رو دستت کسی نیست. رو گوشی البته واقعا خوب میزنی دیگه. تو کاستوم اسکوادی هم میزنی با پاره میکنی. حتی منم میزنی تو کاستوم اسکوادی. بنازم انشالله موفق باشه عزیزم. دمت گرم که اومدی داخل این ویدیو سلطان. آقا رسیدیم به آخر ویدیو. لایک و کامنت حساب یادتون نره. این اینستاگرام رو حتما فالو کنید. آقا محمد شما اینستاتو بعدا بفرست پی وی ما بذاریم داخل دیسکریپشن میان شما داشته باشن سلطان. و ما این فعالیتی نداریم لازم نیست دست شما در ایو چاکریم نداشت دیگه. خدافظی بکن اوس محمد بریم دیگه شر رو کم کنیم. بچه‌ها خدافظ. همین دیگه کاستوم خوبی بوده شد. داشت ما رو پسمون رو زد. ایو نگو سلطان انتقامشو میگیرم میذارم. ایو آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. هر نوع ایده نظری انتقادی در مورد ویدیو داشتید حتما تو قسمت کامنت ها بگید. هم میخونم هم پاسخ میدم هم بهش عمل کنم و انجامش میدم. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.